دختر گل فرش گل از اون نفرش من خودم باقی گلم قدر گل را میدونم تو بیا با من بده لا 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 آهای گل دارم آهای گل دارم یک سبد آشغال دارم گل باغم گله مربو خوردی برو تو چه کاری؟ بابا گوه اینا گوساله یا آخی باشه دیگه بگر تو خوندن کنی اینا گوساله یا نه رانه آخی روز خبر داری که چی وقت بمردیم ما بمی آتیش سرخ گرم آخی آخی ما کنیم رو فعالیت اونی هم برار خور بگردو امی عباس برار تو که یک پوره عقل کمال داره او کرا خور بگیری برا تو بی عقل به پیش ما بقدش که کله مر پاک از صبح تو بخوردی گرددولاخ کم سرصدا گیردو کم که سرصدا تو را ما تحمل کنو بابا بمردیم اگوشنگی آخر روز چی وقت شده برو سگ یک لقمه مرگ خاک پیدا کن بیار بخوریم دیگه آخر نیلیلا کله تو فقط میگه که دو تنبلی که به 8 ماه خراب میشه همینای همی عباس که صبح میگو سالار بسته که نگو که گیلک برارمه ما تا به جو قلم میرم بخونی دادی خو اینا گوساله مگرم بزینا یا بخونی یا یک سره بگی ها ها که اینا بر را برم اینا نمیبینی امالی از من خوردتره همین اردو تا 3 شو از من خوردتره بس سند خود 3 شو اینا از من خوردترم کل فندوقی میگو حالی عادی بخورد سعی که 50 شو اینا از تو خوردتر میری لقمه نونی به ما میاری یا من برم بخونی خو برو میرم باش یک دوره دیگه بده بابا نمای بمردم اگوشنگی تو سب که یک دوره دنی فقط خلاص شتاشو برکن پیشو گیره پیشو دیگه تو به خوبی خو نفهمید پیشو کاکار یک به جروز شده اگوشنگی باز برو به تا کوچه اونجا روز خورشم کو تو که بیازو خسلت تو همینه نه شوله بارکده خوش داری بیار هر مرگ که هست برو بیار برای کاغذ بادی بر ندوی با ما یاد میره با تو یک سره به یاد میدی میگو کاش که از امی تنه تو از امی وزم تنه تو کمی عقل خدا با تو بیشتر بیدم شطور هم تنه داره میگو نیلیلا ما یک چیز با تو بگم این تنبلی ما و برار منه میفهمی ما 2 تا برار صغیریم فهمیدی گردن ما بند باشه مثل مرغی بریم می عباس این بری بر خود چاپ میکنه دروغ بخونی دادی من کار ندارم میگم من میرم بخونی دادی خود کار دارم کار میکنه که من این دیگه لات کنم می هفته و سخ پیناک مثل کاسه خیرات بری همال داغ آماده باور بکو که تو برار تو یک هفته به دست ما نده توری تو برار راسته کنه که خودت نفهمی که چپه بری راسته البته گوییم بابا گوشنگی بمردم پیشو دیگه چی با بلای افتاد امور تو سکورا خور بگیر با ندی که شوله من نمیخورم بار چسته بیا نون خوشکم بیارم پس نه دیگه کم شولار بیار یک شوله خورده میشه بدون نون خوش قاشق بیارم نه با دستاخو میخورم تو می به چک بخور برو زودی بیا یا رشته با بلای افتادم ما خودی از اینو امروز گسالا را چیز نکنیم دیگه برو قرار سرخو بگذار دیگه با تق بیار برو زودی بیای بگردو بابا چیز دروغ میگم من خیلی نشو بگردو گیلک من کار میکنم تا تو بیای بابا فخالم بگردو برو که با سر تو میزنم خودیم ما با بلای افتادم خودیم اینو از اینا امروز همون که پوری عقل کمال دارم این خود درست میگم این سادی بیچاره او خود چپ دادن ازم صبح که برفته گم شده که من میرم خونه که گگ میرم من گفتن خود از این برفته تاله که درک نداره بابا می کار بی عقل فرمیشه آخه همیجی چای مایم نونی مایم یک اوی مایم بگم ما خود کلاوانگ می کارو چطور با بلای افتادیم خود از اینو امروز پیدا کیم شلیتی بودن مردم قدیم دروغ نمیگفتن که دیوال شکسته زن شلیته بترس میرم دیگه فقط با من دیگه با تو گوشت لند ببار کنی عباس کجا بیدی؟ سنکیزو بخیری نیرالله قسمو گیلک میخور نیرالله؟ گردنم بند باشه گوشنگی به قل افتاده بود میگو گیلک ری کردیم برای یه لقمه نونی هم تکه برفت تا قوره بود میفهم که جی راست میگی بیچاره گوشنه شده دیگه از صبح علاق شده کار میکنه تارتوق هم بیانده به خونه
پرتو داده خوره هر چی بزنم میگه خنون بویا لقمه نه معذوب کار میکنه انشالله چه چون نمیتونه رو چه کار فلانه آخر مازی و مکتب میرفتم میت مجبور شدم که نون اولای خود مورد اجتماع میبرم سر زمینه و پیشی من اینجا از مکتب خواهم بفتادم آل ما نون برم به نورالله خب مازی تبرا چی خیلی ببینم چی به دردم خوری تبرا ایچی خوب میکنین اینا رو ببر که بیا جا با گوشنگی خور بخورده بی یک بار کار باش که به 100 کار بیار اگه برو جو اختیار خود داری بری یک روز دو روزی امو گیدو که بده به دستمو امو گوارم میدی بده نمیدی خیره با گو کرایی گیری پیدا میکنی امو گیدو بده به دستمو خمام همو خرمان خلات کنه و مشکل نداره که اجاره کنه میشه دیگه حالا ما ببینید خود ما کار داریم و نه خلاص شد مشکل نداره میگم زنگ میزنم بیا ببرم گپ اینه باشه کارم خلاص شه تشکر باشه خیر بشی با زنگی بزن زنگ میزنم خداحافظ مامان امروز موندن عباسه زنده باش شما جوزه کنه چی گفت یاری شکر زنده باش چه کاره؟ شروع کردم به آوردن؟ دیگه خوشش اگه اینا رو بردارم بیارم دیگه خوبه دیگه لط شد خلاص شد بخیر که جوش تف شروع میکنه دیگه کمونه که من که پشت شتف دادم دیگه هم بدم کرده خوبه دیگه میگم امین نورالله خودی شما نه چرا خاطر امی چارجری زمین ما امی شهلیار گفتم بودم برای که مینا رو بدره و که ما شروع کنیم بلد کردن شروع کنیم دیگه که با دره پس میشه برف و بارششه فکر کن که خود گیلک کار میکنه همین که تیر شدم خرمن لد میکردن خرمن شهلی خرمن لد میکردن از فارغ نخواه چنین رو ما چون دیگه بازم بار پیشی سه پرسان ما چون چه کار کنیم اشته کنیم یک کیر پیدا کنیم شما یک شناختی چیزی ندارن که اسماسی که امی چارجری به دره کنه که ما هم دلجم شما از این شهلیا خوب چه خودت نمیتونی دره کنی نمی شما ما نورد من یک دم به شهرم یک دم به دیم یک دم به ای برم به او برم یک نفر آدم دره کردن نمی شما ما نورد دیگه مجبورین دره گاری پیدا کنیم بعد میمونن که دره کنه که زودتر لط کنه والله برفتی در سر قیصدی او به جو قلاوه دگر رفتم میگم ما چون خسور مینات بچی رو بیدی شد که بابیم همه چون او هم شهلی داره و دره و دسته و تف و جوش و همه به جمع قیصدینه او هم نیه کسی نیه حالا مگر از این درختا چوب بترشی نفر تیار کنی همین تمام وقت کار و غریبی هم با شما برون سکنین رو برو بودم گفتن بگو سر خرمن گلک اینا برو سر خرمن گلک اینا سه خوب با شما برون سکنین چیکار میکنن بلکه فارغ شه اگه تا صبح پس صبح هم فارغ شو گپ بنا به خدا برکن گفتن بگو سه خوبه کمک کنم خودم نه زنده باشیم برم یک دو چه بیجه دیگه هم اصلا اینا رو دارم خوبه تیار باشه بخیر باشه خداحافظ خوش آمدید